سلام دوستان، بریم سراغ تحلیل ارز اتریوم. همینطور که در چارت مشاهده میکنید ما محدودهای حمایتی و مقاومتی رو مشخص کردیم و اگر تحلیل روزهای گذشته اتریوم رو برید در سایت پاپاسی که ما منتشر کردیم ببینید، بر همین اساسی که اینجا بوده ما تحلیل رو انجام دادیم بر اساس همین خط و خطوط. خب میبینید که در تایم فریم روزانه میبینید که ما اینجا یک دو تا خط روند داشتیم که گفته بودیم در تحلیل‌های گذشته که در صورت شکست این خط میتونه به سطوح بالاتر برسه و در صورت شکست به سمت پایین میتونه به سطوح پایین تر برسه که در تایم فریم 4 ساعته میبینید که این خط شکسته و تثبیت داده و به نواحی حمایتی پایین تر کاهش قیمت داشته و اینجا فعلا در این محدوده حمایتی در محدوده حدوداً 2600 فعلا گیر کرده و هنوز به سمت پایین شکسته نشده و ممکنه در اینجا به سمت بالا حرکت کنه که شرط بالا اومدنش میتونه یک کندل تاییدیه قوی باشه که در اینجا اگر اینجا رو شکست بده میتونه تا محدوده 2850 و 2870 بالا بیاد و در اینجا اگر این محدوده رو شکست بده میتونه به اعداد بالاتر دست پیدا کنه. البته این برای معامله‌گران فیوچرز هست و ما برای معامله‌گران اسپات خب ما در تایم فریم بالاتر ارز رو بررسی میکنیم. خب این محدوده حمایتی مهمی هست، یعنی از حدوداً 2556 تا محدوده 2600 محدوده بسیار مهمی هستش که در صورت شکستش میتونه یعنی به سمت پایین شکست بخوره که اینجا این روند نزولی که کاملا مشخصه به سمت این حمایت حمله کرده و فروشندگان قصد دارن قیمت اتریوم رو به سطوح پایین تر برسونن و در صورت شکست و تثبیت این قیمت میتونه تا عدد محدوده 2350-70 پایین بیاد. بریم شاخص توتال رو هم بررسی کنیم ببینیم در چه وضعیتی قرار داره. خب برای شناخت بیشتر این شاخص میتونید وارد سایت پاپاسی بشین و از قسمت آموزش ها ما یک سری مقالات آموزشی در این خصوص داریم که یک نمونهش معرفی کامل انواع شاخص توتال در بازار ارزهای دیجیتال هست که این محتوا کامل هستش و میتونید از این طریق اطلاعات بیشتر کسب کنید و تاثیرش رو در بازار بدونید. البته در آینده آموزش تصویری در این خصوص هم خواهیم داشت و تاثیراتی که بر بازار ارز دیجیتال دارن. خب در یک الان شاخص توتال دو در یک محدوده حمایتی قوی قرار داره. موینگ 200 روزانه هم در این قسمت در این محدوده وجود داره که در صورت شکستش میتونه به سطوح پایین تر هم کاهش داشته باشه و در این صورت ما میتونیم انتظار داشته باشیم آلت کوین ها کاهش قیمت داشته باشن و در صورت شکست میتونه به محدودهای حمایتی پایین تر کاهش داشته باشه و معامله‌گران فیوچرز میتونن در تایم فریم 4 ساعته این شاخص رو بررسی بکنن که در اینجا در محدوده در صورت شکست محدوده این محدوده که اینجا هستا برای اینکه مطمئن‌تر هم معاملات خودمون رو انجام بدیم اگر قصد داریم معاملات بای باز کنیم روی ارزهایی که حالا روی 10 ارز اولمون بیشتر میتونیم صبر کنیم. اگر به سمت بالا حرکت کرد در محدوده شکست محدوده 1.27 1.28 و تثبیت بالا این قیمت و در صورت
شکست میتونیم معاملات بای رو در این محدوده باز کنیم. در این محدوده اگر شکسته شد، معاملات سل هم میتونه با شکست این نواحی معاملات بای در تایم فریم پایین تر میتونیم باز کنیم و منتظر شکست محدوده های بعدی و تثبیت زیر این محدوده ها باشیم که تاثیر بسیار زیادی بر آلت کوین ها خواهند داشت. ببینید الان اتریوم در تایم فریم 4 ساعته در این محدوده حمایتی در حال دعوا هست و یه جورای خریداران دارن فشار میارن که قیمت رو به سمت بالا هدایت کنن، ولی خب هر بار به این محدوده میرسه ضعف نشون میده و احتمال داره به سمت پایین شکسته بشه. اگه بخواد به سمت بالاتر بیاد باید یک کندل بالا اینجا بزنه که بتونه به قیمت 2800 اینا برسه، ولی خب فعلا هیچ تصمیمی نمیشه گرفت. باید ببینیم با این محدوده قراره چه کار کنه.